سلام دوستان عزیز، بورسی هستم. اگه هنوز داری با 2 تا انگشت روی کیبوردت سرچ میکنی حرفا رو، این ویدیو رو تا آخر ببین. من قراره بهت نشون بدم که تایپ 10 انگشتی دقیقاً چیه. اگه برنامه نویسی یا هر کار کامپیوتری داری انجام میدی، چرا باید یادش بگیری. در آخر هم 3 تا از ابزارهای رایگان رو با هم دیگه تست میکنیم که سریع‌ترین راه یادگیریش رو پیدا کنیم. اگه بخوام تجربه شخصی خودم با شما در میون بذارم، من تایپ کردن پیش استاد یا دوره خاصی یاد نگرفتم، بلکه با تمرین مدام. اولش خیلی کند و سخت بود، بعد کم کم دستام حروف رو حفظ کردن و دیگه واقعیت نیازی به نگاه کردن به کیبورد هم نبود. الانم کارهای برنامه نویسی و ساخت پرامپت نویسی برای هوش مصنوعی های مختلف رو خودم انجام میدم. دیگه نیازی هم به تبدیل صدا به متن نیستش واقعیت، و این هم باعث میشه که فکرم موقع برنامه نویسی و نوشتن پرامپت برای ایجنت منسجم‌تر عمل کنه. خب به بخش جالب ماجرا رسیدیم. تایپ 10 انگشتی اصلا چی هست؟ تایپ 10 انگشتی یعنی هر کدوم از 10 تا انگشت ما مسئول انجام یک دسته خاص از کلیدهای کیبورده، بدون اینکه لازم باشه نگاه کنیم کدوم دکمه کجاست. مثلا انگشت اشاره دست چپ مسئول حروف F, R, B هست. انگشت اشاره دست راست مسئول J, U, M. وقتی این کار رو یاد بگیریم دیگه چشممون روی صفحه میمونه نه روی کیبورد و سرعتمون چند برابر میشه. نکته‌ای که خیلی مهمه باید اشاره بکنیم اینه که تایپ 10 انگشتی اصول و قواعدی داره، درسته؟ مثلا انگشت کوچیک باید به حروفای خاص خودش بره طبق تصویر که میبینید. انگشتری یا میانی یا چپ اشاره همونطوری که میبینید گروه‌های هر کدوم از انگشت ها رو گفته، اما این کامل نیست. در واقع روی کلید کپ های کیبورد وقتی دارید نگاه میکنید، هر کلید کیبورد یه بدنه داره که به اون بدنه کیکپ گفته میشه که حروف زبانی روش نوشته شده. هر کیکپ کیبورد یه مقدار بهش اختصاص داده میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه الان من حروف J رو میزنم با انگشت اشاره باید بزنم. خب اینو باید حفظ کنم، اما هیچ کس اینو حفظ نمیکنه. مثل دوچرخه سواری راه رفتنه. حروف J و F یه برجستگی داره، J سمت راست و F سمت چپ. برجستگی که داره برای انگشت اشاره یا همون سوابه هست. این انگشت رو روش بذارید، انگشتای دیگه موقعیت خودشونو روی جایی که باشن مستقر باشن حفظ میکنن و باعث میشه که راحت‌تر انجام بدیم. و یه چیزی هم که من بگم، نکته‌ای هم که خیلی مهمه، انگشتای دست هر فرد با فرد دیگری متفاوته. بعضی انگشتای بلندی دارن، بعضی انگشتای کوتاهی دارن که بعضی از کلیدها ممکنه برای بعضیا زدنش سخت باشه طبق اصول اصلی بخواد انجام بدن. پس اصل ماجرا اینه که روی کلیدهای اصلی دستمون باشه، همون F و J. بعضی از کلیدها رو مثلا مثل حروف 6 که الان میخوایم بزنیم، حروف 6 رو من میزنم. من الان خودم به شخصه با انگشت اشاره دارم اینو کلیک میکنم. قبلا با انگشت اشاره دست راست میزدم، الان دست چپ دارم میزنم.
اصلش چیه؟ اصلش اینه که با انگشت اشاره دست چپ باید بزنیم، اما من اون وقتی که میزدم راحتی بیشتری با انگشت دست راست داشتم، بنابراین ممکنه برای بعضی ها متفاوت باشه. مثلا اونایی که دستشون انگشتای بلندی داره زدن این حروف بالایی راحت تره زدن این حروف پایینی. ممکنه بعضی از انگشتا به اشتباه عادت کنه روی حروفای غیر از خودش بزنه. این تا حدی میتونه خوب باشه، تا حدی هم میتونه بد باشه. به نظر من تا اونجایی که خیلی اذیتتون نمیکنه سعی کنید همون موقعیت اصولی رو داشته باشید و اگه دیدید واقعا ناراحتی ایجاد میکنه، مثلا درد واقعا ایجاد میکنه، از اون موقعیت برای انگشت دیگه استفاده کنید. مثلا انگشت اشاره رو به انگشت دیگه استفادهش رو تغییر بدید. یه نکته هم در مورد تاریخچه بگم، بد نیست که بدونی، جالبه بدونی که این روش خیلی قدیمیه. کیبورد کوئرتی که الان همه ازش استفاده میکنن، کریستوفر شولز حدود 1870 طراحی کرد برای اینکه اهرم‌های ماشین طرح قدیمی گیر میکرد، میخواست این کاری کنه که گیر نکنه، اما تایپ با 10 انگشت بدون نگاه کردن به یه استروگرافر به اسم فرانک مکگرین رایج شد که دستسوخته به اسم خودش ثبت کرد. سال 1888 توی یه مسابقه تایپ با همین روش رقیبش رو شکست و خبرش توی تیتر روزنامه رفت. از همونجا این روش جا افتاد تا امروز استاندارده. روش تایپ 10 انگشتی قدمت داره اصلا. ببخشید من اسلایدشو نزدم. بله 1870 1880 کریستوفر شولز. بله این دوتا هم که دارید می‌بینید. بریم برای قسمت بعد. بریم فقط یه نکته یا قبل از این که به مسیر یادگیری بریم بگم. شاید فکر کنید که برنامه نویسا تایپ کردن فقط یعنی برای برنامه نویسا و کاربرای کامپیوتر مهمه، اما باید بهتر بدونید که میتونن منشیا، کاربرای اداری، برنامه نویسی های هوش مصنوعی، پرام نویسی، خیلی از چیزها استفاده کرد. تایپ 10 انگشتی چون اگه سریع انجام بشه دیگه آدم راجبش فکر نمیکنه که چه متنی رو باید وارد کنه، فکر منسجمتر میشه، تمرکز بالاتر میره روی مطلبی که میخوایم بنویسیم. چون تایپ کردن مثل خودکار و مداد نیست، همیشه وقتی کامپیوتر روشنه در دسترسه میتونیم سریع نوتپد چیزی باز کنیم و سریع ایده یا چیزی که میخوایم رو بنویسیم و اگه اینطوری نباشه باید اول رو دفتر بنویسیم، بعدش ایده رو در بهترین حالت به یک ایجنت هوش مصنوعی بدیم به صورت عکس یا پرینت، اون تبدیلش کنه به فایل ورد یا هر چیزی که میخوایم و بعدش ایرادات اونو بدیم یه تایپیست بگیره یا خود هوش مصنوعی. ولی بریم این تست عملی 3 تا ابزار رایگان. 3 تا ابزار رایگان هستش که من دونه دونه بهتون میگم. پیشنهادی خودم یکی از ایناست فقط. قبلا یکیش خوب بود، اسمش کیبار بود. قبلا خوب بود، الان خیلی بد شده، تبلیغات زیاد داره. اولی ابزار اینه که نکته جالبش اینه که هوشمنده، میفهمه کیبار که کدوم حرف رو ضعیفتر تایپ کنه. کلمات یعنی مصنوعی میسازه که دقیقا روی همون ضعفامون تمرین کنیم برای کسی که میخواد از پای درست کنه. اما الان تمام این
نرم افزارهای تایپ این کار رو انجام میدن. این قدیمی بوده، اون زمانی که مال قبل هوش مصنوعی تقریبا بوده. سایتش هم برید نگاه کنید، رسپانسیو نیست. البته با هم دیگه سایتش هم نگاه میکنیم ببینیم چجوریه. ابزار دومی که میخوام پیشنهاد کنم مانکی تایپ. مانکی تایپ یه رابط خیلی ساده بدون شلوغی داره که محبوب ترین سایت برای تمرین و سرعت روزانه است. وقتی پایت خوب باشه دیگه توی این سایت فقط سرعتتو میتونی ببری بالا و به نقاط بالاتر تایپ کردن برسی. الان دیگه مسابقات تایپینگ برگزار میشه. اون تایپ کردن دیگه مهارت شغلی حساب نمیشه با وقتی که هوش مصنوعی اومده، بیشتر یه ورزشه تا یه مهارت، مثل بلد بودن کار با فضای مجازی هوش مصنوعی. تایپ کردن هم یه مهارت زندگیه دیگه، میشه اسمشو گذاشت مهارت زندگی. خیلی خوبه که یاد بگیریم، همونطوری که قدمت داره میتونه به ما کمک کنه. ابزار سومی هم که میخوام بهتون بگم تایپینگ کرابه. یه دوره کامل مرحله به مرحله هستش، باید حوصله داشته باشید اینو انجام بدید. البته فکر کنم زبان فارسی هم پشتیبانی میکنه. پیشنهادی من مانکی تایپه، اما اگه خیلی علاقه دارید تایپتون رو جلسه به جلسه مثل نرم افزار بدید، از ابزار تایپ کراب استفاده کنید. کلا همه اینا امکانات خیلی فوق‌العاده‌ای میدن. چرا میگم نرم افزار؟ چون خیلی شبیه وب اپن، در واقع واقعا وب اپ هستن اینجور نرم افزارها، چون اپ موبایل کاری رو اونو محیطی رو ارائه میدن که میشه یه نرم افزار رو ارائه بده. قبل از اینکه اینجور وب اپ هم باشن ما از نرم افزارهای ویندوزی استفاده میکردیم. البته خودم از اون نرم افزارهای ویندوزی استفاده نکردم. خودم یه بازی بود تایپ با پیانو، حالا پیداش کنم بهتون نشونش میدم. سایتش اون وقت سال پیش 2010 میشه، اون وقت رفتم دیدم سایتش نبود، یعنی از همون وقت 2010 برشکست شده بود، یه شرکتی داشت میساختش. منم از اون پیانو علاقه‌مند شدم به تایپ کردن و شروع کردم. یه بازی بود در واقع که وقتی که حرکت میکنه کلمات به نقطه که مورد نظر میرسه تو باید کلید کیبورد رو فشار بدی. اگه از اون خطش بگذره دیگه امتیاز حساب نمیکنه. توی یه ویدیو جداگونه میخوام نحوه ساخت این رو با هوش مصنوعی کامل بگم. همین نرم افزار رو میریم با هوش مصنوعی درست میکنیم به صورت رایگان با لایسنس MIT توی چیز همون گیتاب بند میذارم. کسی خواستش میتونه کمک کنه تا اون پروژه دیولوپ بشه و به جای بالاتر برسه. خب بریم برای تست 3 تا وب اپ یا ابزاری که گفتم. keyboard.com، این سایتی که میبینید keyboard.com هستش. همونطوری که میبینید خیلی ساده است، رسپانسیو نیست. تنها حسنی که داره این کیبورد جابجا میشه، تنها حسنی هم که داره همینه، هیچ حسن دیگه‌ای به نظر من نداره، اما خوبه. در کل سایت قابل قبولی هستش. خب الان
بریم سایت ببینیم. تبلیغات خیلی زیاد داره، همونطوری که میبینید تبلیغاتش به اصلا قابل قبول نیستش. اینی که دارید پایین میبینید کلیک های کیبورد خود من هستش که من میزنم. اینقدر تبلیغات داره معلوم نیستش روی کدوم کلیک میکنید. اما اگه بخوام بگم یه قسمت هلپ داره اینجا که روش کلیک کنید میتونید آموزششو ببینید، یا تبلیغات حواستون باشه روش کلیک نکنید. یه بلاک ادز بگیرید توی مرورگرتون بزنید، زیاده از این بلاک ادز رایگان، از اونا استفاده کنید، اینا رو بلاک میکنه. این سایت اون وقت که من میدونم سایت قابل قبولی بود، الان زیاد جالب نیست. اینجا گیت هابش رو میتونید ببینید، برید ببینید کد سایت چه شکلی هستش. فکر کنم سایت رو کامل گذاشتم و مجانی نیستش. حالا اگه خواستیم ببینیم یه نگاهی هم داریم، فقط یه مد رنگی قشنگی داره اینجا، میتونید تغییر بدید هر کدومشو برای خودتون. یه نکته دیگه هم که بگم، این فونت این زبان کاربری نیست، یه سنسش رو انتخاب کنید که راحت تر باشه. تست تایپینگ رو بزنید و اینجا کلیک کنید و اینجا بنویسید. این نقطه نیستش، اینجایی که داره نقطه میگه بزنید نقطه نیستش، در واقع این اسپیس باید بزنید. بله این یکم گیره لانگر. بله اینجا نمودار سرعت رو داره نشون میده. اینی هم که دارید میبینید سایت مانکی تایپ هستش که میتونید به اصطلاح توش تایپ کنید. فقط من تم رنگیشو فکر کنم قبلا اومدم توش یه تغییری دادم. تم رنگی اصلیش نارنجیه، اگه برید ببینید. اینجا اولش یه تستی میگیره، تبلیغات هم نداره، خیلی راحت و ساده اینجا تایپ میکنیم. اینجا سرعت تایپمون رو بهمون نشون میده، درصد خطامون رو بهمون نشون میده. چون من یک کلمه رو ننوشتم کمه، در حد همون یه دونه است. اما رایگان رو میتونید برید مسابقه بدید. اینجا بخش تنظیمات رو بزنید، اینجا فکر کنم تم رنگی اینجا بود. اینجا بله تم رنگی نارنجی بود. آره بیایید این سایت خوبی میتونید استفاده کنید، خوب هستش، تمام اینا خوب هستش. منتها ببینید چقدر میخواید روش وقت بذارید. خب حالا بریم سومین ابزار رو با هم دیگه ببینیم. سومین ابزارم اگه بخوام نشون بدم اینجا هستش. یه لحظه صبر کنید، من برم توی قسمتش. خب هم خیلی قشنگتره هم تمیزتره، تایپینگ کلاس. اما برای کسی که حوصله داره، خیلی طولانیه درسایی که داره میده. اگه خیلی عشق تایپ هستید میتونید اینجا کارتون رو انجام بدید. اینجا هم که شما دارید میبینید مراحل، مثلا این الان میزنی مرحله اول. So, I hear you want to type like a pro. Let's get started. درست شده ها. این آز اهمیت باشه، خیلی قدیمیه ویدیوش.
اینجا آموزش میده دونه به دونه، میگه کدومو بزن جایزه میده، به همین راحتی. خیلی قشنگی. من به شخص خیلی خوشم میاد اما آدمش نیستم واقعا تو این سایت بیام. با همون نرم افزار پیانو ما عشق کرده بودیم دیگه اینا برامون رنگ و بویی نداره. خیلی ممنون که با من تا اینجا همراه بودید. یه سری چیز داره تو هوم استار، تو قسمت لاگین میره زبان فارسی رو پشتیبانی میکنه از همه بهتر. میتونید کار یعنی زبان فارسی هم اینجا تمرین کنید. فوق‌العاده است. سایت خیلی خوبیه، منتها باید حوصله داشته باشید چون خیلی خوبه، مورد پسند کسی خیلی ها نمیتونه باشه. مانکی تایپ کار راه اندازه، یه سری تبلیغات جزئی هم توش داره. کیبارم اصلا به درد نمیخوره الان. اگه تبلیغ نداشته باشه برای اولین بار که میری خیلی میتونه کمکتون بکنه، چون اون شناسایی داره. حروفی که میزنید من توش کار کردم، حروفی که میزنید و شناسایی میکنه، اونایی که اشتباه میزنید و دوباره بهتون بازخورد میده که تایپتون قوی تر بشه. خیلی ممنون که با من همراه بودید. به پایان کلیپ تقریبا میرسید. پس ما اینجا چی گفتیم؟ تایپ 10 انگشتی کامل توضیح دادیم چی هستش، نحوه انگشتایی که باید قرار بگیرن روی کیبورد کجاها هستش، هر انگشت مسئول انجام دادن چه کاریه، یه تاریخچه گفتیم راجع به تایپ کردن، مسیرهای یادگیری هم به طور کامل توضیح دادیم و دیگه. خیلی ممنون که تا اینجا با من همراه بودید و خدا یار و نگهدارتون. اگه این کلیپ ویدیو به دردتون خورد خیلی خوشحال میشم که لایک و سابسکرایب بکنید، قوت قلبی میشه برای ادامه کار. خدا نگهدار.